سلام، تو این ویدیو قراره 10 تا از قوی ترین و قدرتمندترین گوشی های روی کره زمین رو در ماهای دی و آذر 1403 یا ماه دسامبر 2024 بهتون معرفی کنم. حتما پای این ویدیو تا انتها بشینید و با 10 تا از خفن ترین و قوی ترین گوشی های جهان آشنا بشید. لایک این ویدیو رو حتما بزنید و این ویدیو رو شیر کنید برای دوستاتون. پلتفرم محبوب بنچمارک گوشی‌های هوشمند یعنی آنتوتو لیست 10 گوشی برتر از نظر عملکرد در ماه دسامبر 2024 آذر و دی 1403 منتشر کرد. این معیار جنبه‌های مختلفی از دستگاه از جمله CPU، گرافیک، رم، فضای ذخیره‌سازی و تجربه کاربری رو آزمایش میکنه. آنتوتو با اجرای مجموعی از آزمون‌های سخت افزاری و نرم افزاری یک امتیاز نهایی به دستگاه میده. امتیاز اعلام شده میانگین نتایج چندین آزمایش بنچمارک هستند و پرچمدار 2024 در صدر این فهرست قرار گرفته. شماره 10 لیست ما ویوو X200 پرو مینی هستش با تراشه دیمنسیتی 9400، رم 16 گیگابایتی و فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,769,693. شماره 9 لیست ما وان پلاس 13 با تراشه اسنپدراگون 8 الیت، رم 24 گیگابایتی و فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,785,291. شماره 8 لیست ما باز هم ویوو X200 تراشه دیمنسیتی 9400، رم 16 و فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,088,116. شماره 7 لیست ما اوپو X8 فایند تراشه دیمنسیتی 9400، رم 16 گیگابایتی و فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,082,330. شماره 6 لیست ما آیکو نئو 10 پرو با تراشه دیمنسیتی 9400، رم 16 و فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,832,907. شماره 5 لیست ما آیکو 13 تراشه اسنپدراگون 8 الیت، رم 16 گیگابایتی، فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت و امتیاز 2,446,279. شماره 4 لیست ما ویوو X200 پرو نسخه اسلایت کامبینیشن تراشه دیمنسیتی 9400، رم 16 و فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,775,848. رتبه 3 لیست ما اوپو X8 فایند پرو نسخه اسلین کامبینیشن تراشه دیمنسیتی 9400، رم 16 گیگابایتی و فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,878,675. رتبه 2 لیست ما وان پلاس ایس 5 پرو تراشه اسنپدراگون 8 الیت، رم 16 گیگابایتی، فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,918,301. و نامبر 1 لیست ما شماره 1 نوبیا رد ماجیک 10 پرو پلاس با تراشه اسنپدراگون 8 الیت، رم 24 گیگابایتی و فضای ذخیره‌سازی 1 ترابایت با امتیاز 2,924,229. گوشی ZTE مدل نوبیا رد ماجیک 10 پرو پلاس با تراشه قدرتمند اسنپدراگون 8 الیت موفق شد صدرنشین لیست دسامبر 2024 آنتوتو باشه. این گوشی گیمینگ با امتیاز 2,924,229 از ایسوس راگفون 9 پرو که ماه گذشته در صدر بود پیشی گرفت. جالب اینجایی که گوشی ایسوس با وجود امتیاز 2,992,124 در نوامبر یا همون آبان و آذر 1403 در لیست دسامبر حضور نداره. در همین حال گوشی وان پلاس مدل ایس 5 پرو که به عنوان پرچمدار متمرکز بر عملکرد معرفی شده با امتیاز 2,918,301 جایگاه دوم آنتوتو رو به خود اختصاص داده. این دستگاه با فاصله کمی از رتبه اول گزینه جذاب برای کاربران حرفه‌ای محسوب میشه. حالا نظر شما راجع به این گوشی خفنی که داخل این ویدیو معرفی کردم چیه؟ نظرتون رو داخل کامنت ها بنویسید و بگید طرفدار کدوم یکی هستید. دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی از کانال ممنون. شاد باشید.